میفهم این خبر تکان دهنده سرت بد میخوره. اگر انرژی خور هستی او را انرژی گازدار، لطفا ویدیو را بالا بزن، این برای تو نیست. تمام انرژی های گازدار قند بسیار بالا دارد و دوستای عزیز میتونه که انسان را به مرض سرطان مبتلا بسازد و قند زیاد در خون میتواند رشد سلول های خراب را در بدن کمک کند. در داخل این نوشابه های گازدار مواد کیمیایی مضر استفاده می شود که در وجود و در بدن انسان هیچ خوب نیست. دوستای عزیز، کافئین زیادی که در این نوشابه های گازدار استفاده می شود خواب را خراب می کند و بدن را ضعیف می کند و بدن ضعیف نمی تواند با مریضی هایی که در داخل وجود انسان است مقابله کند و از آن کرده خطرناکتری است که این نوشابه های گازدار معده، جگر و گرده را از بین می برد و تنها اگر جگر کار نکند مواد مضر در بدن جمع می شود. در کل اگر این انرژی های گازدار دوامدار و زیاد مصرف شود می تواند خطر سرطان را در وجود انسان ها بالا ببرد به گونه غیر مستقیم. و لطفاً به دوستایی که دوستش دارین این ویدیو را شیر کنین که تا بفهمن که با آینده خود چی کار میکنن.